سرخط خبرها. انتقاد از همسایه جنجالی در خانه رقیبش. رئیس جمهور غنی پاکستان را در برچیدن لانه های هراس‌افکنان به تعهد شکنی متهم می سازد و سازمان ملل را ناکام در حل معضل جنگ. با ایران بی‌طرفی مردم مداخله را ایستاد میکنه. ملل اونجا کامیاب شدن که یک مملکت از جنگ و از چنگال همسایه شد. روز دوم سفر، دهلی نو آغوش گرمش را برای کابل بزرگتر باز می کند. پروژه چابهار تا چند روز دیگر آماده می شود. تلفات سنگین در نبرد قندوز. بیش از 90 تن به شمول جنگجویان خارجی در قندوز کشته شدند. بدخشان روزگار یک سال پیشش را دوباره تکرار می کند. لغزش زمین در ولسوالی خواهان بیش از 50 تن را به کام مرگ کشاند. و زمین لرزه نیپال فاجعه بزرگ. شمار تلفات به 10,000 خواهد رسید. 1,000,000 نفر هم نیازمند کمک عاجل. با نام خداوند یکتا و با عرض سلام، من نشانه نورزاد ابراهیمی شما را به مهمترین ها از یک خوش آمدید میگم. و ادریس تیموری با خبرهای ورزشی. حکومت پاکستان با برچیدن لانه های هراس‌افکنان باید ثابت سازد که در مبارزه با دهشت افغانی صادق است. رئیس جمهور غنی در گفتگو با یک تلویزیون هندی از حکومت پاکستان خواسته است که برای مبارزه با دهشت افغانی باید اقدامات جدی را در عمل نشان داده و لانه های هراس‌افکنان را در خاک آن کشور نابود کند. در این حال آقای غنی افزوده است کشورهایی که جنگ نیابتی را در افغانستان راه اندازی می کنند باید در انتظار پیامدهای ناگوار آن باشند. رئیس جمهور غنی در گفتگوش در یک رسانه هندی تاکید دارد که روابط میان کابل و اسلام آباد در مبارزه با دهشت افغانی گسترش یافته است، اما ظاهرا پاکستان اقدام عملی را برای مبارزه با هراس افغانی نبرداشته است. او میگوید پاکستان آزمون بزرگ در پیش رو دارد. زمانی که پاکستان تاکید می‌کند که در مبارزه با دهشت افغانی صادق است، باید آن را در عمل با برچیدن لانه‌های هراس افغانان نشان دهد. هیچ کشور به این اندیشه نباید باشد که تهدید هراس افغانان برای ما کوچک است و یا بزرگ. امسال و سالهای آینده آزمایش بزرگ برای پاکستان است. در قدم نخست ما خواستار صلح هستیم و نیاز جدی است که یک صلح بنیادی میان افغانستان و پاکستان برقرار گردد، زیرا در گذشته‌ها همواره خصومت‌ها و تنش‌ها میان دو کشور وجود داشته است. از سوی هم آقای غنی هشدار می‌دهد که راه‌اندازی جنگ نیابتی در افغانستان پیامدهای ناگوار برای کشورهای منطقه خواهد داشت. کسانی که بازی‌های سیاسی را با دید کوتاه در افغانستان راه انداختند باید درک کنند که این بازی‌ها در کوتاه مدت و دراز مدت نتایج ناگوار و برعکس را در پی خواهد داشت. من نمی‌خوام از این کشورها نام ببرم، اما باید این را درک کنند آنچه که در گذشته انجام دادند باید آن را در گذشته کنار بگذاریم و باید به این گونه بازی‌ها پایان دهند. آقای غنی گروه داعش را تهدید بزرگ بر امنیت منطقه می‌داند و از کشورهای منطقه می‌خواهد که در مبارزه با این گروه با هم بسیج شوند. آنچه که همه کشورهای منطقه باید درک کنند تهدید تازه برخاسته از گروه داعش است که خطر بزرگ برای ثبات و پیشرفت منطقه به شمار می رود. بدون همکاری‌های بزرگ منطقه‌ای نمی‌توان با این پدیده مبارزه کرد. با آنکه پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی روابط میان کابل و اسلام آباد گسترش یافته، اما رئیس جمهور غنی تاکید می‌کند که روابط افغانستان با همه کشورهای منطقه به ویژه هند ناگسستنی است. با حکومت وحدت ملی همکاری‌های خود را با دهلی نو گسترش خواهد داد، زیرا هند در 4 حلقه سیاست خارجی افغانستان قرار دارد. رئیس جمهور غنی خاموشی سازمان ملل متحد را در کار جلوگیری از مداخله‌های همسایه‌ها در امور افغانستان به شدت انتقاد می‌کند. آقای غنی در سخنرانیش در جمع دانشجویان افغان در هند سازمان ملل را در حل معضل و جلوگیری از مداخله‌ها در کشورهای در حال جنگ ناکام می‌داند. همزمان با این رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد که رقابت‌های سیاستگران در افغانستان کشور را به بحران برده است و نیز امسال جنگ سخت در پیش است. ولی آریان با جزئیات بیشتر. افغانستان هنوز درگیر بحران، کشوری که سالهاست آرامش ندارد. افغانستان همواره آسیب بیشتر را از مداخله های همسایه هایش دیده است، به ویژه از پاکستان.
شکایت های هم کابل از این داشته است، اما ظاهرا نه سازمان ملل و نه هم پیمانان بزرگ افغانستان چون امریکا به این شکایت ها رسیدگی کردند. با ایران بی‌طرفی مردم مداخله را اثبات میکنه. ملل اونجا کامیاب شدن که یک مملکت از جنگ و از چنگال همسایه‌اش شد. ضرورا به اتحاد ملی داریم تا ملتی که اتحاد ملی نداشته باشد از دیگاه بین‌المللی نمیتونه عرضه کنه. با این همه باورها بر این هستند که سازمان ملل متحد در حل قضیه های افغانستان نقش موثری داشته است، اما نگرفتن جلو مداخله های پاکستان در امور داخلی افغانستان می تواند پرسش برانگیز باشد. در تمامی دنیا منازعاتی که خیلی جدی بوده بدون حضور سازمان ملل متحد و بدون میانجیگری ملل متحد اون منازعات حل نشده. منازعات در مسئله افغانستان هم سازمان ملل در گذشته هم به عنوان یک میانجیگر بسیار بسیار قوی بود. در مسائل سیاسی هم شما در جریان هستین که در همین مسئله تشکیل حکومت وحدت ملی و مسائل اختلافاتی که در انتخابات پیش آمد اینا تفاوت نظر بین تیم ها سازمان ملل خب ما بودیم در جریان نقش بسیار مهم می داشت. نیروهای مسلح کشور در بیشتر بخش‌های از افغانستان درگیر نبرد سنگین با جنگجویان طالب و دیگر گروه‌های هراس افغان هستند. به نظر می رسد که افغانستان سال دشواری با نبردهای سنگین در پیش دارد. امسال این سال نیست. امسال سال جنگ سخت است، شرایط دشوار است. بنابراین کوشش اعظم میکنیم اموال مقامات دوستانی بینم، اما چیز را که اینا فایده نداشتن از او زیادتر. بخشی از بحران کنونی کشور برمیگردد به چگونگی کارنامه های سیاستگران افغانستان، چیزی که رئیس جمهور غنی میگوید. قشر سیاسی افغانستان زهر بوده بر افغانستان. رقابت ها برای قشر سیاسی را مملکت با بحران برده، قیمت بحران مردم دارد. ما باعث مسئولی میدارم، باعث خدمتکاران نمیخواهیم ایجاد بحران. جنگ امریکا و همپیمانانش با فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد در کشور برای پیشرفت، توسعه و آرامش افغانستان به پیش گرفته شد، اما در 14 سال پسین افغانستان به این هدفها دست نیافته است، بل دامنه خشونت ها بیشتر شده است و طالبان نیرومندتر از گذشته ها. اکنون هم هوای پاکستان بر افغانستان همان است که پیشتر بود. تا روزهای آینده پروژه چابهار آماده می شود. نخست وزیر هند در دیدار با رئیس جمهور غنی از آمادگی هند برای بستن قراردادهای دو جانبه سخن زده و بر ادامه همکاری‌های درازمدت کشورش با افغانستان تاکید کرده است. در این حال رئیس جمهور غنی نیز میگوید هراس افغان خوب و بد وجود ندارد و برای ریشه‌کن کردن این پدیده باید تلاش‌های منطقه‌ای شدت یابد. زکریا حسنی با جزئیات بیشتر. دومین روز سفر رئیس جمهور غنی به هند و دیدار او با نریندرا مودی نخست وزیر این کشور، ظاهراً رئیس جمهور غنی با گرمی استقبال می شود، چنانچه نریندرا مودی در کنار اعلام آمادگی هند برای بستن توافق‌های دو جانبه با افغانستان گویا خواهان نهایی شدن موضوع بندر چابهار، این گلوگاه اقتصادی نیز است. ما آماده پذیرفتن موترهای افغانستان در بندر واگه هستیم و آماده ایم در موافقتنامه ابتا که میان افغانستان و پاکستان امضا شده است نیز سهم داشته باشیم. در روزهای آینده پروژه چابهار نیز آماده می شود. ما به همکاری‌های گسترده ایمان در بخش‌های زیربنا، زراعت، ارتباطات، انکشاف منابع بشری، بازرگانی و کمک‌های بشردوستانه خود با افغانستان ادامه می‌دهیم. گویا رئیس جمهور نیز برای شنیدن همین پیشنهادها به سرزمین گرمسیر هند پا گذاشته است و ظاهراً تا اینجای کار به گرمی هم استقبال شده است. من از تاکید شما در مورد موافقتنامه ترانسپورتی دو جانبه و چند جانبه ستایش می‌کنم. بندر واگه و چابهار برای ما مهم و حیاتی است و مهمترین هدف اقتصادی ما برای بازاریابی به محصولاتمان در هند است. در کنار موضوع اقتصاد و تجارت، رسیدن به صلح و آشتی از خواستهای دیگر رئیس جمهور غنی است. در اینجا رئیس جمهور غنی میگوید بد و خوب قائل شدن برای تروریسم خطاست و باید در برابر این پدیده مبارزه جدی کرد. حراس افغانی را نمیتوان به خوب و بد تقسیم کرد.
ما باید با هم مشترکاً کار کنیم تا در بعد منطقه‌ای و جهانی این پدیده را نابود کنیم و افغانستان را گورستان حراس افغانان و گروه‌های مخرب و شبکه‌های جرمی بسازیم. هند هم دست صلح‌خواهی افغانستان را به گرمی می‌فشارد، اما خواهان پیشبرد صلح تحت رهبری حکومت افغانستان است. با پشتیبانی از دیدگاه رئیس جمهور غنی برای صلح و ثبات در افغانستان همکاری‌هایمان را ادامه می‌دهیم. ما منافع مشترکی داریم که ملت‌های دو کشور بستگی تاریخی به آنان دارند. اما این صلح باید با تقویت قانون اساسی افغانستان و با رهبری حکومت افغانستان به دور از سایه خشونت پیش برده شود. ظاهراً این سفر رئیس جمهور غنی رشته هند و افغانستان را بیشتر از پیش محکم کرده و بر گرمی ارتباط این دو کشور نیز افزوده است. همان گونه که انتظار می‌رفت رئیس جمهور غنی در نخستین سفرش به هندوستان بر اهمیت موضوع صلح تاکید کرد و بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری با هندوستان. اما آنچه که در گفتگوی نخست وزیر هندوستان و رئیس جمهور غنی برجسته بود که رئیس جمهور غنی برای نخستین بار گفت که در منطقه تروریسم خوب و بد وجود نداره و باید در مقابل تروریسم تلاش‌های منطقوی گسترش پیدا کند. زکریا حسنی، تلویزیون 1، دهلی. همین لحظه همکارم زکریا حسنی در دهلی نو است و میخوایم جزئیات بیشتر در مورد سفر رئیس جمهور از او بپرسم، اما بنا به مشکلات تکنیکی فعلا همکارایم آماده نیستن. خب دوباره اونا آماده شدن و حسنی روی خط است. زکریا، ظاهرا هندوستان بر همکاری های اقتصادیش با افغانستان بیشتر تاکید میکنه. بله تشکر. قسمی که در گزارش هم ذکر شد و به او اشاره شد، امروز آقای رئیس جمهور همراه نخست وزیر کشور هندوستان نریندرا مودی در یک نشست خبری حاضر شد و محور گفتگوهای این نشست بیشتر روی ارتباطات تجاری و اقتصادی و همینطور گفتگوهای صلح میچرخید که نخست وزیر هندوستان در قسمت ابتدایی گفته‌های خود بیشتر بر امضای توافقنامه‌های دو جانبه تاکید کرد و همینطور گفت که یک اشاره‌ای داشت به این که بندر چابهار و یا همون موضوع چابهار در روزهای آینده شروع میشه و یا گفتگوها و توافق شروع میشه و در مقابل در سوی دیگر رئیس جمهور غنی هم بندر چابهار برای کشور افغانستان و همینطور برای رشد و بالندگی اقتصاد افغانستان بسیار مهم دانست و گفت که این بندر و یا روند تجارت و یا روند تبادلات مواد خام تجارتی از طریق این بندر بین هندوستان و بین افغانستان هم برای افغانستان و هم برای هندوستان بسیار مهم و حیاتی هست. توافقنامه چابهار در این نشست امضا خواهد شد؟ مشخصا روی این موضوع نپرداختن و قسمی قبلا هم در گفته‌هایم گفتم، تنها در این نشست نخست وزیر هندوستان اشاره کرد روی این موضوع و گفت که تا روزهای آینده این موضوع شروع میشه و یا این موضوع آغاز میشه. منتها نگفتن که آیا به واقعیت، چون فردا رئیس جمهور قرار است که فردا بعد از ظهر به کشور باز بگرده و این که آیا واقعا در این نشست توافقنامه چابهار امضا میشه و یا خیر، تا هنوز پاسخ روشنی در دست نیست. فقط در نشست امروزی یک تاکید از سوی نخست وزیر هندوستان صورت گرفت. زکریا، از خودت تشکر میکنم. مهمترین ها از یک در همینجا به پایان رسید. وقت خوش برتان آرزو میکنم. خداوند نگهدارتان.